چه زیباست دعای شب قدر. دعای شب قدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عایشه صدیقه رضی الله عنها تعلیم دادن. اللهم انک عفو، خدایا تو عفوی، تو گناه ها را محو میکنی و نابود میکنی، تو خودت. اللهم انک، فقط کسی که این نامه های سیاه ما را سفید میسازد تو هستی. انک عفو، تو عفوی، تو بخشنده‌ای، تو با کرمی، تو دوست داری بندگان در دل تاریکی شب بگن یا عفو. تو دوست داری که بندگان در دل شب دست بالا بکنند و اشک بریزند و گریه بکنند و از تو خواهان بخشش باشند. تو دوست داری که بندگان دست بالا بکنند و دست بندگان را بگیری. در شب قدر ما هم در شب قدر با تمام شکستگیمان، با تمام ناتوانیمان، با تمام فقرمان به درگاه خدا می آییم. اللهم انک عفو کریم، خیلی بزرگواری، تو خیلی بخشنده‌ای با همه، حتی با گناهکاران، با همه. این شب قدر شبی با قدر برای همه انسان ها. کسی نگه من روسیایم جرأت ندارم. مخاطب تو خدای مهربان است. اللهم انک عفو کریم، خیلی بخشنده‌ای، تو خیلی در میگذری، تو خیلی مهربانی، تو خیلی رحمان و رحیمی. تحب العفو، تو عفو را دوست داری، تو بخشش را دوست داری. فاعف عنی، مرا بیامرز. این دعای شب قدره. با الفاظی با خدایمان ارتباط برقرار میکنی، الفاظی که مملو از محبت. پروردگارا تو عفوی، با کلمه عفو و استعانت جسته و از گناهانم استغفار میخواهم. این شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که شب قدر چقدر فضیلت دارد؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. فضیلت این شب، عبادت و بندگی در این شب بالاتر و بهتر از عبادت کردن 1000 ماه در ماهای دیگر است، به غیر از شب قدر. 1000 ماه عبادت کردن بالاترش 83 ساله که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی از یکی از بنی اسرائیل صحبت کردن برای صحابه. 1000 ماه صلا به دست و جهاد در راه خدا. صحابه گفتن اینقدر عمر شاید برای ما میسر نباشد. جبرئیل امین سوره مبارکه قدر را نازل کرد. آنها 80 سال عبادت 83 سال عبادت میکردن. تو با یک شب ثواب 83 سال را کسب میکنی. با یک شب ثواب 83 سال عبادت و بندگی، نه تنها 83 سال. کلمه خیر صیغه افضل و تفضیل است، بالاتر از 1000 ماه، بیشتر از 83 سال عبادت. این که بیشتر چقدر هست الله رب العزت و الجلال میداند. هر کس به اندازه‌ای که در پیشگاه خدا اخلاص داشته باشه و تواضع داشته باشه و شکستگی تقدیم پروردگار بکنه، به همون اندازه الله تبارک و تعالی به او مزد میدهد.